یو رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اسم من علیه و به کانال زورو خیلی خوش اومدید. این سری اومدیم با بازی ماینکرافت به ادوارد. امیدوارم که خوشتون بیاد و براتون سرگرم کننده باشه. قبلش روی ویدیو حتما ویدیو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، دختری حمایت از من کامنت بذارید و ویدیو هم برای دوستاتون بفرستید. مرسی. بزنید بریم سراغ بازی. لیتس گو. 5 4 3 2 و 1 بزن بریم سراغ بازی. امیدوارم که داخل همین دست اول بتونیم وین بگیریم. من چرنگی هم، من گیره ام. عالیه. اون زده اون ور، این 100% میخواد بیاد بپیچه این ور، بعد بیاد بالا کله من. ولی من همینجا امیدوارم که فست بریجم خراب نشه و وسط راه نیفتم. لک شد یه لحظه لک شد. یک لحظه لک شد بازی. من یه ریسکی باید بکنم. داره دیفه میده. منو ندید ایوه. منو ندیده دیگه. نه ندیده. بریم آقا بریم. وایتو زد. خب من الان بیستشو میزنم. ای وای من. اینم بیستش. المینیت شد. شت. بیا اینجا. خب کاری که باید بکنم این است دوستان. خودمو ای وای من فلان بکنم. خب آیرنی کردم خودمو. اوکی. من باید یه فایت نسبتا سنگین بدم. ای وای من. برو پایین. زدمش و ایزی. داشتم چیز میز جمع کنیم. قلبم گرفت آجی. شاید باورتون نشه ولی نفسم حبس شده درونم. کی داره میاد؟ بی خیال بابا. ای وای من. چرا همه دارن دوره میان سمت بیس من؟ عجب. یعنی وای تو نمیدونم اینا همه باید بیان سمت بیس من. عالیه. ببین بلند شو بیا. من منتظرتم. بیا. به بیا که خوب اومدی. بیا. شت. این آجی این خودشو آپگرید کرد. این پاره این دوستان. اگه هوشمندانه عمل کنیم هیچ اتفاقی برای ما نمیفته، بلکه میتونیم این هم دوباره یه دفعه دیگه بزنیمش. بیا. ببین من که رفتم اصلا برای مهم نی که تو بکمی یا نه. برو بدو بزن ولی مطمئن باش که من برسم بدت پاره‌ای بده تو جر و واجر میکنم. واقعا از اون ته تو بلند شدی اومدی حرکت زدی این همه راه اومدی فقط بیس منو بزنی؟ او چقدر بیکاری. خدا وکیلی خیلی بیکاری. واقعا بیکاری. اینم بده خودت. برو حالشو ببر. اینو باید بزنیمش. اینطوری باید کار در بیاد. من باید اینو رو بریج بندازمش. نمیشه اینطوری. اینو من یا باید رو بریج بندازمش یا پشت بگیرم خرشو بگیرم بزنمش.
داره میاد. خوبه. همونو بیا باید کار دارم. بیا چرا نمیای؟ بیا دیگه. نه دیگه بیا. تو بیا خب. بیا بالا. ببین من به تو باخ نمیدم الکی. شده پارت میکنم ولی نمیذارم تو ببری. پینگم خرابه؟ نه خدا رو شکر. خودشو AFK بودن میزنه دوستان. فکر کرده ما هم مثلا مثل خودش و بوگلابی بیشتر نیستیم. آقا این دو طرف ما فایت بدن. الله اکبر. خدا نگهدار. ما رفت. ما سعی میکنیم بدون دردسر بازی رو ویکتوری کنیم. ما چه کاریم؟ میایم اینجا. یلو چه پاره داره میکنه آجی. من میتونم پرات دو رو برم بگیرم خیلی راحت. خیلی هم تر و تمیز. خب اینم از اینجا، اینم من از اینجا، اینم از اینجا، اینم از این. میخوام بچه بو اسپمر بشم داخل این دست. کی به کی آقا؟ من میخوام بو اسپمر شم. میخوام بگیرم بزنم با بو بازی کنم. الان همینجا میبینم شیلو رو. اوه بلاک هم که اصلا نداریم. بلاک اون تموم شد. مجبوریم بریم بخریم. یلو داره تیم جمع، واقعا تیما رو داره جمع میکنه. دمش گرم. و ما هم به این بازی ادامه میدیم. هفته و فلان. پرات چند؟ پرات 3 8 میخواد. داره 8 و 16. خب من یه کاری میکنم. بلاک میگیرم یا من بوم میگیرم. ارو میگیرم. کار در بیا. خب تیر شکمدار بزنم. ببین بیای بیرون یا بزنم بیای بیرون. عجب. خب بیا دیگه. چرا میترسی؟ در رفت. اوه اومد. دک داد. دک میده. ای آهی اومد. آجی چه بازیه. اوه شت. دوستان من اگه اینو بتونم بزنمش خدا میشه. پشمام. زدمش. پرام. تو اولین دست ویکتوری گرفتیم. پرام. 2 1 و بریم. دست اولو که فوق‌العاده بازی کردم. باورم نمیشد بتونم ویکتوری کنم. دست اولو ویکتوری کردیم دوستان. جدی واقعا داری میگی؟ بی خیال پسر. واقعا با 40 تا بلاک داریم فایت میدیم. من باورم نمیشه. ای بی شرف. چرا نیفتاد؟ افتاد. این بی شرف. نه باختیم این دستو.
ولی هنوز که هنوزه لذت این برام زیاد و خوبه آجی. کدوم گوریه؟ والا نمیدونم اوتو کلیک زده چیکار کرده که انقدر اوضاعش بیریخته. بیا اینجا باکست کردم. وای نه بریم یه دسته دیگه. 5 4 3 2 1 و برو بریم. خب طرف داره انانه استون میکنه آجی. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. ما طبق بازی کلاسیک بازی میکنیم، گالپل میگیریم و بقیه آیرنامون هم میذاریم داخل چست. و این زد وسط و ما هم مجبوریم بزنیم وسط. بخترم من 3-4 استک بلاک گرفتم چون میدونم طرف میخواد بیاد سمت من. به این بیایی که من پارت میکنم که البته بدبخت دارم پارش میکنن. بیا حاج با HP 2 دلم براش میسوزه، نمیخوام باش فایت بدم. بابا HP 2 مردی که HP 2 نه آجی پرو پلیره. هم من زدمش هم اون منو زد. نه خوش آمد. بازیکن قدریه، حال میکنم باش. من یه کاری میخوام بکنم، میخوام اصلا بیسمو خالی کنم فرار کنم. گیرین چه حرکتی زد آجی، عجیبه. خیلی حرکت نابی زد. من سعی میکنم که دایمندهای مناطق رو جمع کنم. اصلا بیسم من بره اصلا برام مهم نیست. واقعا در عوض من بیس گریو میذارم. خب بیس منم که رفت و دیدیم گری هم کنم میدل داره دایمند جمع میکنه. یکی این وسط مسطا باید پیدا بشه. فایتش چجوری میشه؟ ما اینجا چیکار میکنیم؟ یه حرکت میزنیم آقا. وایت که المینیت شد، این که از این. من از آکوا میزنم، سری میرم بیس گیرین رو میزنم، خیلی تر و تمیز و راحت. این دست رو نمیتونیم مثل دسته قبل وین کنیم یا نه؟ داره میاد آجی. بیا حاجی، خیلی ناکبک داره، خیلی ناکبک داشت. چجوری؟ بابا خیلی ناکبک داشت واقعا، پرام. خیلی متشکرم که این ویدیو رو دید. امیدوارم که خوش اومده باشه و براتون سرگرم کننده بوده باشه. و واقعا هنوز تو شو که وین اولی هم فکر کنم با اولین دست بتونید اولین وین رو بگیری دیگه. لایک و ساب و کامنتیاتون نره و خیلی دوستتون دارم دوستان. دیگه ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید، بفرستید، کانالمو حمایت کنید. خیلی متشکرم. شب و روزگارتون خوش. فعلا خدا نگهدار.